اگر چند میلیون روبروی مرگ می‌جنگد، تمامی هستی خویش را خواهم داد تا ذره‌ای هم باشد جون هموطنان خویش را از مرگ نجات دهم. شما سینای این زمانه، در میدان نبرد رستم داستانه. ملت تاجیک و کل بشریت شما را فراموش نخواهند کرد. ما با شماییم، فرشته های سفید پوش وطن. من همچون یک طبیب غریب به آنها احسن میگویم. Вы дарите людям самое ценное – это здоровье. با طبیبان دور از وطن از شما افتخار داریم و با شما هستیم. با شما فخر می‌نماییم. شما قهرمانان ملت هستید. ما با شما با ما در یک جایگی این ویروس را پس سر می‌نماییم. خداوند بزرگ مددگار و نگهبان هر یک شما باشد. خداوند مددگار. الله نگهبانتان باشد.